پنجم فرزندش بچه شید. لیکن وقتی پنجم بچه تولد شد، پنجمش بچه تولد شد، خداوند دختر یکمی که به دنیا آمده بود او را جانش گرفت. سال دیگر میگه دویم بچهش تولد شد، خداوند دختر دویمش گرفت. سیم بچهش تولد شد، خداوند دختر سیمش گرفت. ماند یک دختر و سه پسر. وقتی میگه دخترها و بچه ها کلان شدن، با وایه رسیدن، بچه ها همه زندار شدن، زنها را گرفتن و به همون در دکان خودشان شدن. در خانه پدر همراه همان دختر آخرش ماند. در همین دخترهایی که در ابتدا ناشکری کرد، بین در عوض ناشکری چگونه که در سوره ابراهیم الله مهربان میگه این عذاب لشدید، اگر در نعمتهای دادگی من ناشکری کنید عذاب من سخت است. شکرگویی نعمتت افزون شود ور نکنی از کفت بیرون شود. میگه دخترکش قطیش ماند، پدر بیمار شد، در بالای بستر ماند. این دختر برادران عزیز پدر نگاه بین میکرد. پدر در نکی بگیم خون جگر میخورد که من همیشه در آرزوی بچه بدم، در آرزوی فرزند بدم. بچه‌کان کلان شدن، مقصد الحال هر کدامش به در دکان و کار و بار خودشان شدن. از همین فرزندی که ناشکری کرده بودم بالای سر مبین، همین فرزند رو میبینم. دیگر بچه‌کان مقصد در گرد اطرافم نیستن. دختر میگه بسیار دختری صاحب جمال بود، بسیار دختری با توفیق و با تقوا بود. خواستگارها می آمدن، میگه این دختر خودش رد میکرد و به طرف خواستگارها میگفت که اگه تا وقتی که پدرم بیماره، تا وقتی که پدرم نیازی بر من دارد، من شوهر کردن میتونم. برادرایی که دختر داره خوب اندیشه کنید. میگه تا زمانی که این پدر بیمار بود دختر شوهر نکرد. حتی با همین تا زمانی دختر عمرش هم به یک جای رسید، بیماری پدرم دراز دوام کرد ولی دختر شوهر نکرد. اگر شوهر کنم مقصد باز برای من خدمت خانواده و خدمت مردک در کار می شود. من از خدمت پدرم، از دعای نیک پدرم محروم میشم. گفته میگه دیگر به شوهرم نرسید، شوهرم نکرد، لیکن دعای نیکی پدر گرفت. پدری که از آمدن این دخترها همیشه غمگین بود و ناراحت بود. برادرای عزیز و گرامی، این امکان دارد. من آیتی را که پیشتر برای شما گفتم، بسیاری چیزهایی است که شما بد میبینید لیکن برای شما خیر است. مرحمت همین حالتی که به سر همین پدر و همین فرزنده آمدن. در همین زمانی ما هم برادران عزیز، ما در تلویزیون ها دیدیم چندین بارها که بچه‌هایی را که ما آرزو داشتیم که بچه تولد شود، برده پدر و مادرها را در همون جایهایی که پیران سالها را نگاه میکنن، برده در همون جا سپاریدگی‌اند. بچه را که فقط خواهشمان همین بود که در خانه ما بچه تولد شود. برای همین برادران عزیز و گرامی به قدر دخترکاتون، به قدر بچه‌کاتون برسید. زیرا که این ناراحتی شما، این غضب شما، این حقارت شما، بعضی هاتون حتی زنهاتون به خاطر دختر تولد کردن طلاق دادگی، بعضی هاتون مادرهاتون دلالت کردگی است که ایره طلاقش کن. پیش الله مهربان توبه کنید که شما بسیار یک جنایتی کلام کردید، بسیار یک بدبختی کلام کردگی.
و دیگر بدانید دادرای عزیز، من آیت قرآن از سوره مبارکه شورا خواندم که دختر و بچه ای نزد الله هست. لیکن امروز طبیبهای ما، طب امروزه ما، دکترهای ما چی میگن؟ میگن که اگر به شرطی که کم قوتی، ضعیفی، ببین سستی اگر ای طرف مردک باشه دختر تولد می شود. اگرچنده که من ایمانی به آیت قرآن دارم که دختر و بچه همه جانب الله است، لیکن طب امروز معین کرده است که مردک اگر سست باشه و مردک اگر ضعیف باشه و به قوت باشه زنش دختر میکنه. وقتی دختر تولد شد مقصد تو باید تا چند نوازش پیش زنک زیاد کنی، دستکات پیش زنک دا زیاد بگیری و خط خجالت حس کنی. ای گفتی طبیب ها که مقصد ای بیتای، لیکن بازم این نه میگن دزدی زور صاحب گاو بسته. یکی امروز شما هم دزدای زور شدگی، هم دختر تولد میشود هم زنها را غضب میکن، حقارت میکن، تو دختر کرده. حتی با بیمارخانه را هم خبرگیری نمیرین، حتی برده در آن خانه مادرش میگذاریش، اگر دختر کردگی باشد خبرگیریش نمیره. یکی بدان دادری عزیز که یکمش که از نگاه دین این عطیه خداوندی است، اراده الله رفته است، باید در این شکرگزاری کنی. از نگاه طب تو باید که در پیش زنک بسیار گردنکت کج باشه که مقصد عیبی منه. برای همین برادرای عزیز و گرامی این مسئله بسیار مسئله خیلی مهمه. ما آیت داریم در سوره مبارکه نحل، در سوره زنبور نحل. ما زنبور هم داریم، نحل سوره هم داریم به نام نمل، سوره مورچه. یعنی در سوره زنبور در آیت های والله اعلم از 56 تا 58 باشد یا از 58 تا 60 است، همین بینده است. الله مهربان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، همین آیت قرآن که از جهالت بود یا از دوره پیش از اسلام بود، لیکن اثر همو امروز در بعضی همین جوانای ما باقی مانده است. میگه که هرگاهی که مردهای پیش از اسلام میگفتن که در خانه دخترچه تولد شده است، ظل وجهه مسودا، میگه اینقدر چهرش سیاه میشید، سیاه به معنای که غمگین میشید، بسیار غضب فراش میگرفت. و هو کظیم، گویا که تمام مصیبتی در روی عالم در بالای سر امی آمده باشد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به، حتی از همون محله میگه، از محله فرار میکرد که دیگه مردم نبیننش که در اما زمانها هم طعنه میکردن که در خانه تو دختر تولد شدگی. ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب، میگه وقتی که در خانهش که دختر تولد میشه، میگه در پیشش دو چیز میگذاشت. یکم یا برده زنده به زنده در خاک میگراندش، در قبر میماندش، خاک از بالاش میگردانید، یا راضی میشید که همین دختره کلان شود و ولی گردن پدر، گردن مادر در بین قوم جمع بسیار کشال و بسیار خجالت. الله مهربان میگه الا ساء ما یحکمون،
چی رفتارهای نادرسته، چی حکمهای نادرسته، چی زندگی به معنی الله مهربان نگه. بین اثر همون جهالت امروز در بعضی جوانای ما هست. برای همین دادارای عزیز دانین که پیامبر نازنین حدیث حضرت انس ابن مالک روایت میکنه، امام مسلم در کتابش آورده است، یعنی در صحیح مسلم پیامبر ما گفته است که من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا و هو و ضم اصابعه. در بعضی روایت ها آمده است که کهاتین و ضم اصابعه. شما بینید برادران عزیز و گرامی که پیامبر گفت کسی اگر یک دختر شد یا دو دختر شد یا سه دختر شد، دخترایی که دارد، اگر ببین تربیه نیکو میکنی، دخترکا را بسیار خوب به وایه میرسانی، هیچ وقت مقصد اونها را از تربیه های دینی و از اخلاق های زیبا و خوب مقصد همیشه فراهمشان میکنی. یعنی یک دخترکای پاک دامنی خداشناسی خدا ترس میشوند، یک دخترایی که مقصد هیچ وقت در کارهای بی‌معنی دست نمیزنند. وقتی میگه پیامبر اگر تو یک دختر یا دو دختر یا سه دختری که داری، اینها را اگر با همین شکلی که من ترا گفتم تو تربیه کو، پیامبر گفتن و ضم اصابعه، حضرت همین دو تا انگشتش باید دیگر ضم کرد. ببین اینش در اینش چسبیده، گفت انا همین خیل گفت در پهلوی من، انا همون پدر دخترداری که دخترها را نیکو تربیه کرده است، انا همین خیل در پهلوی من یا دست در دست من داخل میشیم جنت را. به خاطر چی؟ به خاطر که شما صاحب دختر بودین، شکرگزاری دختر کردین و دخترها را نیکو تربیه کردین. بین این بشارت در بچه ها آمده است بلکه در دخترها آمده است. در اخیر شاعر میگو مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی، بسا دختر که صاحب تاج گردد به نزدش صد جوان محتاج گردد. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله شما در این مسئله فکر میکنم من یک معلومات اگر مفصلم نگفته باشم، ولی گفتی محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیشی کور است. خداوند خاتمه منا بخیر، ایمان ها با سلامت نگه دارد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.